ما امروز زمان یه ویدیوی یوتیوبری گرفتیم 1 2 3 که حتما شنیدین. بیشتری مایکروفون پلیر رو اینو انجام میدن. بعدی چیه؟ بعد شمشیر کلاه، بعد کلاه چسب بلید. ما باید منتظر بمانیم تا ماهان اونا رو بچینن. خب همینجا منتظر بمانیم. بعد کلاه چسب بلید، بعد چسب بلید شلوار. بعد شلوار کفش. خب تو رو روشن کنیم. من یه کاکتوس بزرگ دارم میسازم. بدرد تعداد ببین چقدر درازی. یک دارم بالش بکنم تو تا کم نمیشه. نه با اینا بورو چرا کنده شد؟ من چندم جان. خب نبینیم نه لامین یامال متنس پتریو. نه نمیبینم. خب این ویدیو بسیار سخت، بسیار چالش برانگیز. خب بگو 1 2 3 شمشیر بده 2 اولی. بچه ها ببینن. خب 1 2 3 کلا 1 خیلی قشنگه. اولی. همه واسه قشنگ بود. بله. چند؟ چی 1 خب لباس چسب بلد منظور شه بچه ها ایراد نگیرید. 3 بچه ها ببینن. نمیتونم ببینم. میدانم شلوار 5 چی؟ 2 بچه ها انتخابار ببینید. من نمیبینم انتخابار برشون درست نمیشه ببینی که بذار نه دارم میبینم. بچه ها انتخابار رو نظرتون خوبی بابت من نمیبینم. خب بیا خب چند گفتی؟ شلوار چند؟ شلوار 2 کفش بده 1 ست فول طلا. نه ست فول دیگه به فول چارمی. یا خدا همه چارمیه. بچه همه چارمی بید دم بگیرم. همه حتما تریاکه. نه 3 تریاک افتاد واسه بچه تریاکو ببینین. ماپ اینو ببین تریاکو به بچه نشون ببین. برو 3 نبین چون انتخابای گوی داشتم. نه من انتخابایی که داشتم فاش شمشیرم خوب بود. ماب 3 برو نه ایدم هدا بده 1 خب شمشیر دایمندی. نتیجه ببین. شمشیر دایمندی میدونم. شمشیر دایمندی. این چرمی کلا چرمی لباس چرمی یا واسه غذا تریاکه. یا خدا بنظرم چی زدی چی؟ خب ما با چند چیه؟ ویچ وای 10 تا ویچ. اوه از اونجور تریاکه. او ویچو بذار.
خیلی سخته با 10 تا ویچ. من غذا تریاک باشه. 2 3 4 5 6 7 خب بچه الان میریم بازی رو جونی میکنیم. اسکینت با فول فرمی چه خوشگل میشه. ببین چه خوشگل میشه. آره ماسک انگار. خب خدا دو تریاک بهم نینجا نگیردم بریم برو کنار بخون. الان از پیشت گلدن کنه میخورم بسوزه. من کول میزنم. تو چرا داری دامج میخوری؟ زد چون بچه ها من همینجوری فقط میتونم بزنم. من از کجا در باز بزنم میشم در تو چرا در باز میکنی؟ او خدا اینجا من نمیزنم خودشان دارم میزنم. من 1000 من چقدر یا خدا یه چیزی انداخت اینو کلا اصلا من نمیزنم. او خوردم من دارم میزنم. 10 تا ویچ با چرمی خیلی سخته این چالش. خب حالا بازی رو عوض میکنیم. و بچه ها این ویدیو اول ما به لایک ساب کامنت فراموش نشه. اگه میخواین که هر ویدیویی میذارم براتون بیاد زنگوله فعال کنید تا هر ویدیویی میذارم براتون پیام بیاد. خدافظ.